خیلی امیدوارم که این نکته را هم نمایندگان کمیته جوانان ورزش و حتما کمیته المپیا میبینند، میخوانند، میشنوند و حتما سر اینم شاید چراغ تدبیرها هم بشن استاد. و در اینجا یک نفر دیگر شادی از دوشنبه، یکی از خواننده های ما طریق سایت azadi.org یک سوال فرستاده است و اول شما را استاد به عید کسبی خبرنگاران رشته ورزش تبریک گفته و گفته است که نظر شما درباره اینکه سهراب خوجایف یکی از ورزشکاران زاده تاجیکستان که اخیراً به دولت ازبکستان یک مدال راحت المپیک گرفت، درباره اون چی است؟ درباره سهراب خوجایف. تشکر. من این خبر رو در تورنمای رادیوی آزادی نشر نموده بودم خیلی سری اونم بحث شده بود. یکی از پربحث‌ترین مطلب به شمار میرفت و بیش از 60 نفر اندیشه های خود را بیان کرده بودند و اونجا نظرها گوناگون بودند. یکی طرفداری سهراب خوجایف، دیگری مقابلی او بودند. و من چی میگویم؟ ورزشگر عمری کوتاهی ورزشی دارد و در این عمری کوتاهی خیش او باید به مقصد خود برسد. یعنی نتیجه های از همه بلندترین برای ورزشگر این قهرمانی جهان و قهرمانی المپیک شدن است. و سهراب خوجایف هم وقتی که ما در مسابقات قهرمانی جهان بین نورسان برنده مدال نقره شدن او گزارش داده بودیم، من با او مصاحبه شده بودم و در صحبت‌هایش همین چیز رو میگفت که من حتما میخواهم در آینده قهرمان جهان و قهرمان المپیک شوم. و این ورزشکار همگی 19 سال دارد و او رو به ازبکستان دعوت کردند بعد اون مسابقات قهرمانی جهان. در آنجا اندری عبدولیف است. اندری عبدولیف سابق ورزشکار، سابق مربی ورزیده و او در تاجیکستان به کمال رسیده است و امروز در ازبکستان به حیث دبیر کلی فدراسیون ورزش سبک آنجا و مربی کار میکند و او رو به آنجا دعوت کرده است. از یک جهت البته ما میخواهیم که سهراب در اینجا باشد، از نام دولت تاجیکستان که در اینجا تولد شده است به کمال رسیده است هنرنمایی کند، ولی میگویم که در اینجا شرایط برای او نیست و وقتی که چنین ورزشکاران به مثل سهراب خوجایف که به ما در آینده مدال های المپیک و جهان میآورند، برای آنها ما باید تمام شرایط ها رو مهیا کنیم. مسئولین ساحه میگن که ما با او $200 معاش تعیین کردیم. البته معاشی که تعیین میکنن $200 یا امروز $500 هم برای ورزشکار این کم است و شرایط برای ورزشکار این اولین درجه است. و او که رفت از تاجیکستان، البته او همچون تاجیک است لیکن مدالش برای دیگر کشور است و ما بسیار ورزشکاران داریم مانند ملخبیکوف که او هم رفت و در روسیه هم برنده مدال نقره و برنجی المپیک شد، هم قهرمان چنگ کراته جهان شد و یک شرایطی بود که شرایط وزنی برای تاجیکستان بود، او رفت. مسئولین ساحه باید سر این مسئله اندیشه کنند. او رو پیش از رفتن چی مثال او رو مجبور کرده است که می رود؟ او رو باید که با ما ژورنالیستان هم مصاحبه شوند و ما بفهمیم که چگونه تاجیکستان شرایط میتواند برای او بدهد. نخواد که ما برای خانه داده نتوانیم، ماشین داده نتوانیم، باید معاشی همین خیلی ورزشکار رو بالا نکنیم. او 74 متر و 20 سانتی متر گرز رو هوا داد. 19 ساله است. در این المپیاد نتیجه بلند نشان نمیگه، لیکن در المپیاد آینده او تنها برای عنوان قهرمانی مبارزه میبرد و این رو اندری عبدولیف که او خود قهرمان المپیک است خوب درک کرده است. بهوده او رو دعوت نمیکنن. برای همین بسیار ورزشکاران ما که در تاجیکستان تولد میشوند همه آنها نمیتوانند که تا به آخر در اینجا باشند و از نام تاجیکستان هنرنمایی کنند. رسول باقیف هم رفتنی بود. چرا رفتنی بود؟ برای اینکه شرایطش ناموافق بود و در آخر مجبور شدند که شرایط او رو بهتر کنند و او ایستاد. من برای همین برای رفتن او مانع نمیشم برای پیش رفتن ورزشگر. تشکر استاد یکجان، تشکر البته از این خواننده ما که این سوال را پیشنهاد کرده است تشکر میکنیم و در اینجا استاد میبینم که
سوالهای زیادی رسیدن به نام شما از طریق اسکایپ، از طریق فیسبوک و هم از طریق سایت azadi.org. استاد یک کمی از موضوع المپیاد لندن کمی دورتر میرویم. استاد بهترش که یک رو به فوتبال تاجیک هم بیاریم، وضع فوتبال تاجیک بیاریم اینجا. چند اصلا اینجا مخلصای روشن به نهایت به شما سوالهای زیاد فرستادن، امیدوارم که به کمی باشد هم توجه به همه اونها پاسخ خواهیم گفت و مخلصان روشن که همیشه خودشون به قول خونشون در جوش است، با ما کمتر با این سوالها اونها را کمتر آرام خواهیم کرد. استاد یکی از خواننده های ما سوال فرستاده است و در اینجا گفته است که التماس، یعنی که فقط از روی حقیقت، از روی راست به ما بگید که شما از کدام دسته های فوتبال تاجیکستان طرفداری میکنید یا که عموما هوادار همون دسته هستید؟ اگر مخفی نباشه استاد بفرمایید. تشکر. راستش رو بگویم من به دسته مخلصی میکنم که در ورزشگاه هستم و میبینم که بازی خوب نشان میدهد. لیکن امروز همگی 13 دسته است در تاجیکستان در لیگ عالی و این دسته ها مخلصان خودشون رو دارند و تشکر که 2 سال اخیر دسته روشن توسط این دسته فوتبال در تاجیکستان کمی پیشرفت. مخلصان این دسته خیلی زیاد هستند تا 20,000 و بیش از آن جمع شدن مخلصان. این شهادت آن است که این دسته در حقیقت مخلصان زیاد دارد و به دسته روشن هم مخلصی میکنم، به دسته غیگر هم، به وحش هم، به خیر هم، به استقلال هم، به دیگر و دیگراش هم اگر خوب بازی کنند و آن بازی رو ببینم. برای همین ما در سایت رادیوی آزادی نتیجه ها رو فوری چاپ میکنیم. درباره دسته روشن از همه بیشتر صحبت ها برپا کردیم، زیرا مخلصان دسته روشن ضبطمند بودن به این و حتی خبرنگاری که ما در شهر کولاب داریم اونم آرام نگذاشتن. بله، او هم چندین صحبت ها کرد، خودم هم چندین صحبت ها انجام دادم با معروف رستموف، اون رو پیشنهاد کردیم و باز مخلصان روشن به ما عکس و ویدیو هم میفرستن و شما که کارمند سایت هستید این به شما بیشتر تعلق دارد. برای همین از آنها هم خواهش میکنیم که بیشتر فرستونن. چرا ما صورت ها عکس های شما رو که فرستادید یا لحظه های گلزنی روشن رو ما چندین مراتب نشان دادیم. برای همین ما همکاری میکنیم. این سایت، این رادیوی شما است. برای همین شما گمان نکنید که ما طرفدار یگان دسته باشیم. نه، ما طرفدار فوتبال حقیقی، طرفدار اون دسته هایی هستیم که امروز شهرت فوتبال تاجیک رو بلند می‌بردارند. البته در این جا من از همه مخلصان دسته روشن کلوب دعوت میکنم که هر ویدیویی که دارن، هر یک عکسی که درباره دستشون دارن، درباره مخلصای دسته روشن دارند، البته به ایمیل یا که پست الکترونی رادیو آزادی بفرستند تا دریافت کردنش هم آسان باشد، تا ما نشود که از جای دیگر بگیریم در تهیه مونیم بقاله. برای همین بهتر است که تمام عکس و ویدیو و هر یک نواری که باشد به ایمیل رادیو آزادی بفرستند. استاد ارجمند، در اینجا نعیم ناصروف از شهر دوشنبه همگی 2 سوال برای شما پیشنهاد کرده است. سوال یکمش به رشد فوتبال تاجیکستان ربط دارد و در اینجا پرسیده است که به اندیشه شما برای رشد فوتبال در تاجیکستان به کدام مسئله ها باید بیشتر توجه ظاهر شود برای رشد فوتبال در کشور؟ تشکر. برای رشد فوتبال در تاجیکستان من بارها میگفتم که یک برنامه ویژه حکومتی و دولتی ضرور است و در مکتوب سرگشاده خود با عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان پرزیدنت کشور 28 اپریل سال 2008 این نکته را تاکید کرده بودم و سال 2010 20 دکبر در ملاقاتی که پرزیدنت تاجیکستان با ورزشکاران و کارمندان ساحه برپا کرد در شهر دوشنبه، در آنجا هم با پرزیدنت سوال دادم و خواهش کردم که در تاجیکستان در برابر دیگر مسئله ها به فوتبال بیشتر توجه ظاهر شود و یک برنامه حکومتی تهیه شود. خوشبختانه مرا هم اعضای این کمیسیون کردند و یک برنامه حکومتی دولتی اوید به رشد فوتبال در تاجیکستان برای سالهای 2012 2017
تصدیق شده است، پیشنهاد شده است، برنامه خیلی خوب است. برنامه رو قبول کردند ولی اون رو باید که عملی باید کرد. این رو کی میکند؟ اون تشکیلات های مسئول از کمیته جوانان و ورزش و سیاحی سر کرده تا با فدراسیون فوتبال تاجیکستان، مقامات های محلی در شهر و ناحیه و ولایت ها و خلاصه اینچنین کمیته ملی المپی تاجیکستان و در این برنامه و عموما برای رشد فوتبال اولا ما باید دقت دهیم به فوتبال کودکان و نوجوان که این مسئله در تاجیکستان در ساحه فوتبال خیلی پست است. درست است که دسته استقلال دوشنبه حالا اکادمی فوتبال کودکان رو تشکیل کرده است. این خیلی خوب است. این قدم های نخست است و باور دارم که برابری رستم امامعلی رئیس فدراسیون انتخابی فدراسیون فوتبال تاجیکستان و هممسلکان و همکارانش یاورانش این برنامه رشد دولتی تحت نظارت گرفته اجرا می شود. دویم مسئله به نظر من این مسئله ورزشگاه ها هست. باور کنید ما یگان ورزشگاهی در تاجیکستان به طلبات امروزه بین المللی اوید به برگزاری فوتبال جوابگو باشد پورا کاملا نداریم. استاد علتش چی است؟ مثلا ما به هر حال پول نداریم یا که اراده نیست یا که عموما هنوز نقشه ها سوال عملی نشده از درباره ورزشگاه. راست گپ این مسئله ها در طول بعد استقلالیت و اون دوره های مدهش جنگ برادرکش در تاجیکستان موقوف گذاشته شده بودند و طول چند سال اخیر به این مسئله ها توجه ظاهر میکنند و ببینید که در 2 سال اخیر علاقه چندین ورزشگاه ها و مجموعه های ورزشی به استفاده داده شدند. ولی یک چیز دیگر است که از همه بیشتر به وضع چمن علف میگیم میدان فوتبال. انا با اون باید دقت دهند. میدان فوتبال اونجایی که فوتبال باز هنرنمایی میکند و این چیزها در ما مخصوصا از ماه مثال نوامبر تا ماه اپریل در حالت نهایت ناگوار هستند و قابل آن نیستند که در آنها بازی کنند. بنابراین این مسئله دویم است. مسئله سوم مسئله کادرها. بسیار کادرها رفتن. ما باید تربیت کنیم. ما باید دعوت کنیم. خیلی که دعوت کردن کمال الیسپوویچ رو از بوسنیا و مثال نیکولا کوازویچ رو از سربیا. اینها متخصصان بزرگ فوتبال هستند که فوتبال اروپا رو جوری میکنند در اینجا. فوتبال آسیا حالا از فوتبال اروپا خیلی دور مونده است. برای چی ما مخلصی میکنیم با چمپیونات اروپا، با جام اروپا، نه آنقدر که با جام آسیا و چمپیونات آسیا، یعنی توجه به اونجا بیشتر است. باید که متخصصان رو دعوت کنیم. و جهت دیگر این هوسمندی فوتبال بازان است، متخصصان است، مربیان است. آنها معاش ناچیز میگیرند. بسیارشون من در نظر دارم بغیر از آن فوتبال بازانی که کسبی هستند و در نسبتاً دسته های سرمایه‌دار بازی میکنند. مسائل ها بسیار هستند در فوتبال تاجیک.